بسم الله الرحمن الرحیم. صفات حروف. توسط. یکی دیگر از صفات حروف توسط می باشد. توسط حالتی است بین شدت و رخاوت، یعنی نه زیاد سخت و نه زیاد سست، و هنگام تلفظ آن نه صدا کاملا قطع می شود مثل شدت و نه صدا کاملا جریان می یابد مثل حروف رخاوت. حروف توسط عبارتند از لام، نون، عین، میم، را، که برای یادگیری سریعتر این حروف در کلمات لن عمر خلاصه شده است. مثال ها: ارحام، ارحام، اعمال، اعمال، الفافا، الفافا، امشاج، امشاج، انهارا، انهارا، و کلمات زیادی که در قرآن برای این حالت وجود دارد. انشاءالله که موفق و مؤید باشید.